بچه‌ها یه بازی هست، بازی خیلی خوب و بمبیه. من اینو بازی رو خیلی پیشنهاد میکنم، خیلی با این بازی حال میکنم. اینه خیلی بازی خوبیه، پیشنهاد میکنم نصب کنید بازی کنید. دار باز بشه. این بازی زمین میگیره. من خیلی وقت این بازی رو انجام میدم، خیلی باش حال میکنم. گفتم که به شما بگم. نگاه این دکمه رو بزنید بازی شروع میشه و شما اینجا میتونید با حمله شروع کنید. من اینجا آمدم این زمینه رو میگیرم، چون اینا گردن کلفتن، اینا خیلی گردن کلفتن. باید زود حمله کنیم. این سبزه حرکت کرد، اینم حرکت کرد، فقط بنفشه مونده. حالا اینو میگیرم، من اینو میگیرم. اون بر دعوا شده رو سبزه. بازیش خیلی حال میده. مثلا این دایره ای که وسطه، اگه بخوای لشکر تا ازش رد کنی خیلی کند میشه، خیلی سرعتش کند میشه تا اینکه لشکرت به مقصد برسه. بازی خیلی خوبیه، خیلی حال میده. بچه ها حمایت کنید، ما معرفی بازی داریم، بازی های زیادی هم بازی میکنیم. خلاصه که حمایت کنید، لایک، سابسکرایب، کامنت. الان ما 4 تا زمین رو گرفتیم. اون بنفشه تا الان حرکتی نکرد. به نظرم بنفشه رو بگیریم. نه بذار این یکی رو بگیریم. به راحتی تونستیم بگیریم بچه ها، به راحتی تونستیم بگیریم. نگاه چقدر کند میشه دایره وسط رو. اینو بگیریم، اینا رو بگیریم. اینو باهوش نیستن، هر چی زمین های بیشتری بگیری لشکرت میره بالا. اینا بیشتر به تعداد بازی میکنن، من به زمین بازی میکنم، خاطر همین یه برتری دارم. اینجا باید سرعت رو بزنیم. تمام زمین ها گرفته شدن. حالا همه حمله کنید رو بنفشه. بچه ها این کامل رو گرفتیم. گفتم گیم خیلی باحالیه، خیلی حال میده. اینجا سکه میبرید بعد از بازی، اینجا همه جایزه بهتون میده. خیلی گیم باحالیه. مثلا اینجا بهتون میگه که میخواید وقتی بازی رو شروع کنید تعدادتون بیشتر شه یا سرعت بیشتر شدن یاراتون باشه. این پایینه سرعت اضافه شدن بازیکنابتون رو بیشتر میکنه. من همیشه این انتخاب میکنم. بچه ها گیم خیلی باحالیه، توصیه میکنم دانلود کنید بازی کنید. بچه ها لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. حتما حمایت کنید. چاکرم.